جاش ما خیلی بیامدیم به قصر سلطنتی آتلانتیس. خطیبی سیدم در منتظر ما بودن. خودی نواقل کشی کردم. گفتم قبل از اینکه وارد سالن بشم یک تصویر زیبایی از بیرون از سالن داشته باشم. این محترم اینجا استاد بود و این جوان اینجا یک میرده. وارد سالن شدیم تا آساسا حرکت کردیم تا برسیدیم به سمت سالن اصلی و سر میز. اینجا میوه خشک و تازه اینا هم گذاشته بود و چای نوشیجان کردیم. خطیبی سه اینجا زردالو می‌خوردم و نوشیدنی آوردم. نوشیدنی را با برادر خون نوش جان کردم و قرار کرد تصمیم گرفتم برم بالا برای شما یک فیلم زیبایی از بالا بگیرم و بیامدم بالا که طوری که شما می‌بینید همه مصرف خوردن و نوشیدن بودن و گارسونا به طور منظم کار می‌کردن و همینجا بود که برای من گفتم بیا پی که نون آماده است. من بده گرفتم پی دیدم گارسونا نون تبزی می‌کنم و یک قوری بالاخره برای ما وقت داشتم و دیدیم امکانات گوشت اینا هم منظم و تکمیل بود و نون بخوردن قرار کردن اینجا هم خداحافظی کردن که بریم سمت بیرون. بیامدیم بیرون نقلی هم برداشتم برفتم داخل پارکینگ. موتور خروشان کردم خطیبی سه موتور خروشان کردم. بیامدیم دم در منتظر بودیم تا برادر اینا بیامدن. برادر اینا که اومدن حرکت کردیم سمت خانه.